در یک حشر عمومی در ولسوالی بازارک مرکز ولایت پنجشیر حدود 4 کیلومتر ساحه از وجود کثافات پاکسازی شد. این برنامه با هماهنگی مقام ولایت و اشتراک گسترده ادارات محلی، محصلان پوهنتون پنجشیر و جوانان رضاکار برگزار گردید. به گفته مسئولان در این حشر چندین تن زباله جمع‌آوری و به محل‌های تعیین شده انتقال داده شده است. والی پنجشیر الحاج حافظ محمد آقا حکیم با تاکید بر اهمیت نظافت از شهروندان خواسته تا در کنار نهادهای مربوطه در پاک نگه داشتن محیط زیست سهیم باشند. نظافت جزء ایمان است. نظافت چیزی است که دین مبارک اسلام به او بسیار تأکید شدیدی دارد. هر مسلمانی که در هر محیط و در هر جامعه و در هر ماحولی که زندگی می کند و مسئولیت دینیش ای است که ماحول خود را صفا نگاه بکنه و یک مسئولیت اجتماعی است که هر مسلمانی که در هر محیط و در هر جامعه زندگی می کنه از نظافت وجود گرفته، از نظافت لباس گرفته، از نظافت ماحول و مکان خود گرفته یک مسئولیت دینی همه مسلمان ها هستند. مسئولان محلی همچنان بر تداوم چنین برنامه ها برای بهبود وضعیت محیطی و تقویت فرهنگ شهروندی نیز تأکید کردند. برادرای عزیز، این تأکید خدای ذوالجلال جلت عظمته و تأکید و فرمایش مؤکد پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم است، خصوصا در پاک نگه داشتن فضای محیط زندگی و محیط زیست ما. وگرنه او طرف نظافت در مجموع، طهارت و پاکی در مجموع، سترگی و صفایی در مجموع او جزء از اجزای ایمان ما و شما مسلمان هاست. ایمان ما بدون سترگی و صفایی تکمیل نمیشه. یک چیزی اساسی است که مردم باید قلب و دلشان طرف همین پاکی و صفایی بره، یعنی ذهنن به این آماده شوند که اگر میبینن که چیز محیط کثیف میکنه، ناپاک میکنه، انسان باید از اونمو عمل چه بکنه، دوری بکنه و خودشان در پاکی و صفایی و راهنمایی مردم به خاطر بهبود و پاکی شهر و قریه و قشلاق خود سهم بگیرن که بتانیم یک محیط ثابت و سالم و پاک داشته باشیم. ما دارای دو هدف هستیم. هدف ما این است که پانتون‌ها همیشه تولید علم اندیشه به خاطر بهبود زندگی است. بهبود زندگی معیشت مردم. ما پروژه عملی برای انداختیم که فرهنگ شهرنشینی، حفاظت محیط زیست، برداشتن زباله ها از محیط هایی که دیگر جایشان نیست و گذاشتن در محیط امنش دیگر رسالت و مسئولیت ما بود. ما این کار ادا کردیم و هدف ما این است که نهادهای علمی و اکادمیکی پیام برای مردم برسانند، برای سایر ادارات دولتی، برای دکاندارا، برای همه کسایی که در یک محیط اجتماعی با هم زندگی میکنن و هدف کلی همی باشه که ما در بهبود زندگی خود و جامعه خود کوشش بکنیم.